تو اشتباه فکر میکنی که مشکل تنبلیه. نه بابا، مشکل مغزمونه که بر علیهمون شروع کرده یه عمر مبارزه کردن. خیلی هم میان بهمون علکی چرت و پرت میگن که باید انگیزه داشته باشی و فلان و بیسار. ولی این بزرگترین دروغیه که تو زندگیت شنیدی. اگه یه بار واسه همیشه دوست داری این قضیه رو یاد بگیری، تا آخر ویدیو بمون. قدیما یادم وقتی راجع به کلمه دیسیپلین حرف میزدیم اصلا به نظر میومد یعنی مثلا آدم با کلاس بودن، طرف آدم با دیسیپلینیه. خب به مرور زمان فهمیدیم، خیلی البته میدونستن ولی فهمیدیم که نه بابا، قضیه این داستان برمیگرده به یک کلمه‌ای به اسم نظم فردی. هممون داشتیم از این موقعا که مثلا گفتیم از فلان روز میرم ورزش میکنم، کتاب خون میشم، چه میدونم روتین پوستی استفاده میکنم، چه من بلند میشم مدیتیشن میکنم، زبان میخونم، هر چیزی. خب خیلی از این خواسته ها ما داشتیم ولی خب معمولا توش یه جورایی شکست خوردیم. دیدی مثلا ساعت رو کوک کردی و اون قضیه اتفاق نیفتاده، مثلا زنگو خاموش کردی گفتی بخوام بذار بخوابم حالا ایشالا از فردا، و این داستان سالیان ساله داره تکرار میشه. اینجا مغزت برده. میگیری چی میگم؟ یعنی علیهت بلند شده و یه عمر داره کار میکنه و تلاش میکنه. قضیهش اگه بخوای یه کوچولو، حالا نمیخوام خیلی علمیش کنم قضیه رو، بخوای بررسی بکنی اینه که تمام تلاش مغز اینه تو رو تو همون حالتی که هستی نگه داره. یعنی اصلا راضی به موفقیت و تو چالش افتادن و تو دردسر افتادن و سختی کشیدن تو نیست. اون فقط بقای تو رو میخواد و دوست داره تو رو عادت بده به کارهایی که بهشون عادت داشتی و تلاش میکنه که تو عادت جدید نپذیری. و همین قضیه است که باعث میشه دیسیپلین نگیری. ببین، این مغزه ماشین بقاست، ماشین موفق شدن نیست. تمام وجودش هم گذاشته برای به دست آوردن دوپامین سریع. میدونی منظور از دوپامین سریع چیه؟ اسکرول کردن تو اکسپلور اینستاگرام و فلان و چرخیدنای تو یوتیوب بیهوده، پرخوری، تنبلی، دراز کشیدن و هر چیزی که میشه گفت از این جنسه. کاملا همه وجودشو برای اینام بگم انگیزم مسکن این قضیه است، درمونش نیست. درمون داشتن یه چیزیه برای زندگی به اسم سیستم. همین اول فقط بگم ساختن این سیستم کاری بسیار رقت انگیزه. اصلا هم کار راحتی نیست، بسیارم سخته، ولی میشه پسش بر اومد. با انگیزم نه، باید یه زجری، یه دردی، یه حال خرابی باشه، میدونیم باید یه آرزوی الانی باشه که از نرسیدن بهش همین الان واقعا حالت داره به هم میخوره و شدیدن از آیندهش میترسی که اگه این کارو نکنم چه آینده تلخی برام هست، تا سیستم رو شروع بکنی به ساختنش. مشخصه که خیلی باید بخوای، یعنی اگه نخوای خب دوزاری حرفای من به درد نمیخوره. اولین قاعدش اینه، من خیلی زود گوشیمو از خودم دور کردم. یعنی شب گوشی رو گذاشتم کنار با فاصله قشنگ 1 متری 2 متری، شارژرم مثلا یه جای دیگه، که صبح بیدار میشم اولین چیزی که میبینم گوشی نباشه. اولین چیزی که صبح میدیدم تو سیستم من این بود: ساک باشگاه. واقعا هم واسم سخت بود، خیلی هم چاق بودم، بعدا عکساشو میذارم. ساک باشگاه اولین چیزی بود که میدیدم. دومین چیز، دور اتاقم یه سری جمله ها بود همش از این جنس: بلند شو، بزن زیر تنبلی فلان. و بلند میشدم، هنوزم همینه ها، اونایی که بعد نزدیک منو میشناسم میدونم، کلم و هر روز صبح یه کاسه یخ میذارم جلوم، توش یخ میریزم. اولین کار زندگی مینه، اصلا قبل از اینکه هیچ کاری بکنم اولین کار کله رو میکنم تو آب یخ. اصلا بلند میشم همونجا دقیقا پشت بندش یه شات قهوه درست میکنم، چایی فرقی نمیکنه، حالا هر چی که دوست داری. بلند میشم میام کتابایی میخونم، از جنس کتابایی که یه خورده مغزم رو به چالش بکشه. مثلا الان یکیش دم دستمه، شروع میکنم 5 دقیقه 10 دقیقه. حالا میتونی یه جای ساکت واسه خودت پیدا بکنی، هر جایی مهم نیست جاش. 5 دقیقه 10 دقیقه یه همچین کاری رو باید انجام بدی. من انجام میدادم و هنوزم دارم انجام میدم. سعی میکردم بشینم، چه میدونم، از پشت پنجره بر نگاه بکنم. خب الان دارم از خواب بیدار میشم، میدونی فرق کرده مدلم. میدونم باید برم باشگاه، یه چیزی دارم، یه در و دیوارم داره بهم داد میزنه که شاید بلند شو فلان کارو بکن. کلمم که کردم تو یخ،
سر حال چاییم هم خوردم، قهوه‌م هم خوردم. این شروع یه سیستمه. نمیدونم تو هم میخوای پس این مغز بر بیای یا نه. آروم آروم میخوایم بریم یه خورده علمی‌تر و حرفه‌ای‌تر ولی خیلی ساده تر. چند تاش الان گفتم و واقعا گفتم و نگفتیم. خیلی ساده و میدونی جذاب بتونیم بریم جلو و آروم آروم توی محتوای بعدی یاد بگیریم برای درس خوندنمون سیستم داشته باشیم، برای روتین پوستیمون، برای ورزشمون، برای صبحانمون، برای غذامون، برای رژیممون و تبدیل بشیم به یه آدم با دیسیپلین. دیسیپلین یعنی نظم فردی و شاید به نظر من سخت‌ترین کاری که تونستم از پسش بر بیام تو زندگیم دقیقا همین بود. بتونم خودم رو مدیریت بکنم. دوست داری خودتو مدیریت بکنی؟ این کانال رو سابسکرایب کن. این دومین محتوای منه. خیلی جدیده خودم هم میدونم ولی سابسکرایب کن. من خیلی حرف واسه گفتن با تو دارم. اون زنگوله بغلیشم بزن.